سلام بچه‌ها، بحث خودمون رو جلو میبریم و از این جلسه به بعد خیلی جذابتر با موضوع برنامه‌نویسی و پایتون سر و کله میزنیم. خب طی دو جلسه گذشته ما هم توضیح در مورد پایتون داشتیم، همین که نحوه نصب پایتون و آیدی مورد نظرمون که پایچرم هست رو برای شما عزیزان توضیح دادیم. اما تو این جلسه میخوایم به مقادیر و انواع داده اشاره کنیم، این که اصلا مقادیر چیه، انواع داده به چی گفته میشه و شما رسما دیگه از این جلسه وارد دنیای برنامه نویسی دارید میشید و تجربیات خودتون رو تو این زمینه افزایش میدید. خب داخل آیدی پایچرم اگه شما به انتهای گوشه سمت چپ تشریف ببرید، یه گزینه تحت عنوان پایتون کانسول هست اینجا که موس من قرار گرفته. ابتدا با این قسمت شروع میکنیم کار کردن. وقتی که روی پایتون کانسول کلیک کنیم ملاحظه می‌فرمایید نسخه 3.7.0 رو که آخرین نسخه بود که بنده نصب کردم روی سیستم برای من فعال کرده. بچه این قسمت به عنوان مفسر پایتون دستورهای شما رو اجرا میکنه. یعنی شما نیازی نیست برای خروجی گرفتنتون از پرینت استفاده کنید یا دستورهای دیگه، هر چی اینجا بزنید خروجی رو بهتون میده. من اولین کاری که انجام میدم اینی که میزنم 4. مثلا فرض کن عدد 4 رو میزنم. این چه رو میزنم بچه؟ خروجی 4 رو به من نمایش میده. اوکی؟ یعنی ما یک مقداری رو زدیم، یک خروجی رو در واقع به عنوان نتیجه کار خودمون دریافت کردیم. حالا من یه دستور دیگه میزنم، مثلا میزنم 1+1. اوکی؟ حاصل 2 رو برای من نمایش میده. میبینی کنسول مفسر برای من کار در واقع تفسیر این مقدار رو انجام میده و در خروجی رو چاپ میکنه. یه مقداری جلوتر بریم. یک تابعی هست به عنوان تایپ که حالا در مورد ساخت تابعات جلسات آینده صحبت میکنیم، ولی نحوه استفاده از تابع اینه. شما اسم تابع رو مینویسید، داخل پرانتز اگر اون تابع آرگومان بگیره باید آرگومان مورد نظر قرار بدید. تایپ بچه تابعی هست که نوع مقداری که دریافت میکنه رو به شما میگه. مثلا من میگم تایپ 4. اگه اینطور رو بزنیم ملاحظه میکنی که میزنه کلاس اینت، یعنی در واقع این نوع 4، نوع عددی 4 اینته، یعنی اینتیجره. اینتیجر یعنی عدد صحیح. تایپ مثلا 1 میبینید دوباره اینتیجر میده، یعنی عدد صحیحه. اما تایپ به فرض مثال 1+1 ملاحظه میکنی باز هم اینتو میده. 1+1 میشه 2 و تایپ 2 برابر با اینت هست. یک عبارتی داریم توی برنامه نویسی بهش میگن رشته یا استرینگ. استرینگ یا رشته در واقع مقدار متنی هست، یعنی شما یک نوع داده متنیه که داخل جفت کوتیشن یا همون دابل کوتیشن سینگل کوتیشن قرار میگیره. بچه کوتیشن حرف گاف روی صفحه کلید شما هست که اگه حرف گاف رو فشار بدید، حالا من به فارسی میگم که سریعتر بتونید پیداش کنید، یه بار بدون شیفت بزنید سینگل کوتیشن بهتون میده. شیفت رو نگه دارید و در واقع روی حرف کلیک کنید، معذرت میخوام، این دکمه رو فشار بدید، دابل کوتیشن برای شما میذاره. فرقی نمیکنه، شما رشته رو میتونید داخل سینگل کوتیشن یا دابل کوتیشن قرار بدید. حالا بهتون میگم چه تفاوت‌هایی اینا با هم دارن، کجا استفاده میشه، کاربردش به چه صورته، ولی فعلا شما از من بپذیرید که استرینگامو داخل دابل کوتیشن قرار میدم. من میزنم مثلا مسعود. عبارت مسعود رو که اینجا قرار میدم و روی اینتر کلیک میکنم، بچه کلاس من از اون استیار یا استرینگ شد. استرینگ به معنای رشته است، یعنی اگه شما ترنسلیت هم کنی به معنای رشته متنی، رشته حاوی کاراکتر، بهش میگن استرینگ. و توی این قسمت در واقع شما یاد میگیرید چطوری از این تایپ استفاده کنی. الان من میزنم مثلا تایپ، حالا یه مقدار جدید رو بزنیم 4+3. بچه این دیگه عدد صحیح نیست، عدد فلاوته. فلاوت میشه عدد اعشاری. عدد اعشاری نوع فلاوت هست. اینو همیشه توی ذهنتون در نظر بگیرید که اینجا میگه از کلاس فلاوت داره در واقع خروجی میگیره. اما یه ذره اشتباهات مرسوم رو بگیم توی پایتون. ببینید اگه شما مثلا بخواید یه عدد بزرگ رو توی پایتون قرار بدید، مثلا من میزنم 2+3
3 تا 0 ممیز 3 تا 0 2 میلیون رو دارم نشون میدم. بچه این از برنامه نویسی کاما قانونی نیست اشار. ببینید وقتی من اینو میزنم شکل یک تاپل که حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم چند تایی ها نمایش میده. بنابراین اشار توی عدد صحیح فقط با دات نمایش داده میشه و شما نمیتونی برای جداسازی ارقام بزرگ از کاما استفاده کنی. یعنی مثلا این حالت پذیرفته نیست. حتی اگه دات بزنید ببینید چه حالتی رو بهتون نشون میده. مثلا حالا من این صفر اضافه گذاشتم، وقتی که خروجی میزنم مثلا سینتکس ارور میده، میگه اینوالید سینتکس، یعنی دستور شما ورودی که وارد کردی قابل قبول نیست. این تا اینجا بحث مربوط به اعداد. اما متغیرها، بچه‌ها متغیرها یکی از قدرتمندترین امکاناتی هستن که توی زبان‌های برنامه‌نویسی اتفاق میفته. شما با استفاده از متغیرها میتونید یک مقدار رو درون یک مثلا جعبه مورد نظرتون ذخیره کنید، هر وقت که نیاز داشتید مقدار داخل این جعبه رو تغییر بدید. متغیر مثل ظرفه. شما توی یک ظرف یا بهتر بگم توی یک لیوان مثلا یه لیوان آب میخورید، اوکی؟ بعد از اینکه لیوان آب رو خوردید تموم شد میتونید مجددا یک لیوان شربت حالا داخل اون لیوان سرو کنید و حالا اون محتویات رو تغییر بدید. توی دقیقا برنامه‌نویسی هم همینطوره. متغیرها نقش تغییر مقادیر رو به عهده دارن و میتونن یک مقادیر رو تا زمانی که جایگزینی برای اونها قرار ندادیم درون خودشون ذخیره کنن. حالا کار رو انجام میدیم. متغیر توی پایتون به خاطر اینکه ساده ترین زبان ممکن هست خیلی کم دردسر در واقع تعریف میشه. مثلا من الان متغیر تعریف میکنم مثل مسیج، همین کافیه اسم متغیر رو بزنید، یه علامت مساوی قرار میدیم. مساوی به معنی انتصابه. حالا اون مقداری که میخواید داخل این مسیج قرار بدین رو مثلا اینجا من درج میکنم. مثلا میزنم واتساپ. حالا خیلی راحت میزنیم، یه عبارت میزنیم واتساپ، یه علامت سوال هم میذاریم. وقتی که من اینو اینتر بزنم متغیر مسیج الان ذخیره شده. خروجی ما نخواهیم داشت. متغیرها فقط کار ذخیره سازی رو انجام میدن. یا مثلا n مساویه با 20 یا مثلا عدد p برابر با 3/14. الان ما به هر کدوم از این متغیرها یه مقداری رو نسبت دادیم. یعنی در واقع داریم میگیم مسیج مقدارش برابر با اینه، n مقدارش برابر با یه عدده و p هم مقدارش برابر با یک عدد اعشاریه. اما یک دستوری هست یا بهتر بگم یک تابع یا یک آبجکت هست تحت عنوان پرینت. بچه‌ها با پرینت شما میتونید خروجی مورد نظر از متغیرتون به دست بیارید. الان من بزنم پرینت مسیج، میبینید اینجا یه سینتکس رو ما خواهیم داشت. چون داریم با در واقع پایتون 3 کار میکنیم باید حتما مسیج رو داخل پرانتز قرار بدیم. توی پایتون 2 اینجوری نبود. توی پایتون 2 شما میتونستید بیرون از پرانتز هم دادهاتون رو بفرستین، ولی من اینجا الان ببینید بزنم پرینت، مقدار واتساپ برای من نمایش داده میشه. یعنی آنچه که داخل متغیر مسیج بود رو برای ما چاپ میکنه با استفاده از دستور پرینت. دقیقاً پرینت به معنای چاپ کردنه. اگه بزنم پرینت n، حالا من یه مقدار پایتون 2 چون کار کردم قبلا این توی ذهنم مونده، مقدار 20 رو چاپ میکنه. و اگر بزنم پرینت پای ملاحظه میکنیم مقدار 3/14 رو برای شما اینجا به عنوان خروجی نمایش میده. حتی میتونید در واقع از تابع تایپ استفاده کنید و این مسیجی که بود بگید نوعش چیه. ببینید خروجی بهتون میده دوباره str. دیگه نیازی نیست شما توی همه این مواردی که میخواید چاپ کنید هی بنویسید واتساپ همون میزنید مسیج و برای شما مقدار داخل اون متغیر رو در واقع جایگزین میکنه. پس متغیرها وظیفه نگهداری داده ها رو به عهده دارن. حالا این چه اتفاقی میفته؟ ببینید من الان قبلا مسیج برابر با واتساپ بود، الان فارسی مینویسم مثلا سلام خوبی، اوکی. یه اینتر که بزنم بچه مقدار قبلی مسیج دیگه حذف شده. من اگه بزنم پرینت مسیج ملاحظه میکنید دیگه عبارت سلام خوبی رو نمایش میده. دیگه عبارت قبلی که واتساپ بود رو برای ما اصلا چاپ نمیکنه. و اگه تایپ رو بگیریم برای مثلا مسیج دوباره، ولی مقدارش برابر با استیاره، چون مقدار مسیج رو اینجا ما استیار قرار دادیم مجددا.
اما قاعده نامگذاری متغیرها رو بهتون بگم که شما چطوری میتونید متغیرهای خودتون نامگذاری کنید. بچه‌ها متغیرات تو هر اندازه‌ای که تعریفش هم مهم نیست. مثلا شما یه همچین چیزی رو میزنید متغیر، اصلا طولش مهم نیست برای پایتون. اوکی؟ از طرفی میتونه شامل اعداد هم باشه، مثلا یه همچین چیزی هم میتونید شما متغیر بذارید باز هم و هیچ مشکلی نداره، هیچ قانونی هم شما نقض نمی‌کنید. از حالا کاراکترهای زیر خطا رو هم میتونی استفاده کنیم، مثلا از آندرلاین به این صورت، این هم میتونه یه متغیر باشه دیگه. خدمتتون عرض کنم که میتونی از آندرلاین برای جدا کردن متغیرها هم استفاده کنیم. مثلا من اینطوری بزنم مسعود آندرلاین مسیج آندرلاین دیتا، مثلا اینو متغیر قرار بدم، هیچ مشکلی نداره. اما خطاها، ببینید کاراکتر غیر مجاز نیست. شما نمیتونید ابتدای یک متغیر رو با حرف تعریف کنید. ببینید اینجا قرمز شد، این قرمز اگه روش وایسین میگه حتی اگه مساوی هم بزنیم اینجا، ببینید اینجا یک خطایی داریم، میگه end of statement expected، یعنی اینجا شما یک خطای نحوی دارید که در هر صورت اینو باید رعایت کنید، پس نمیتونه شامل اعداد باشه. از طرفی نمیتونیم مثلا از یه متغیری مثل دلار استفاده کنیم، دلار ساین شما نمیتونید توی متغیراتون به کار ببرید، اینم در نظر بگیرید. و کلمات کلیدی رزرو شده اپلیکیشن هم نمیتونید شما استفاده کنید. مثلا کلاس، ببینید من وقتی کلاس رو قرار میدم اینو حالت نارنجی میکنه، آیدی خوبیش به اینه، بهمون داره تذکر میده. روش وایسیم میگه identifier expected، یعنی این متغیر قبلا تعریف شده توی سیستم. کلاس ها یک سری متغیرهای رزرو شدن، شما نمیتونید متغیر رزرو شده رو استفاده کنید. and به این صورت، assert به این صورت، break یا مثلا continue یا متغیرهای دیگه مثل else، مثل define، حالا اگه یادم باشه delete، global، is و متغیر in یا import. اصلا اینطوری براتون بگم، هر وقت شما توی آیدیتون متغیرتون رو چاپ میکنید، تایپ میکنید و میخواید از اون خروجی بگیرید یا اون رو چاپ کنید، خطا داشتی بدون خطای نحوی دارید. مثلا من اگه ایمپورت رو قرار بدم برابر با مسعود، ببینید وقتی ذخیره میکنم خطای نحوی میگیره از من. این هیچ ایرادی نداره، نه با نامبر شروع شده، نه با دلار ساین شروع شده، نه با چیزی، ولی چون در واقع عبارت رزرو شده است برای شما به صورت خطا اینو در نظر میگیره. پس عبارت‌های رزرو شده رو سعی کنید استفاده نکنید توی سیستمتون و این باعث میشه قطعاً خب داده شما موفقیت آمیز نباشه و خروجیتون دچار مشکل بشه. اما بریم یه مقداری ارزیابی عبارت‌ها رو با هم بررسی کنیم. مثلا شما میتونید بالا دیدید من زدم 1 به علاوه 1 اینتر زدم، این در واقع 1 به علاوه 1 داره یک ارزیابی از طرف زبان مفسر انجام میشه و یک خروجی رو برای ما چاپ میکنه. اوکی؟ اگه مثلا بزنید x برابر با 2 بعد پرینت کنید x رو، تو این حال معذرت میخوام باز هم من یه مقداری میگم با پایتون 2 چون قبلا کار کردم مشکل برام به وجود اومد، اما اینجا هم میگه did you mean print x، منم میگم اوکی شما درست میگی من اشتباه میکنم و این کارو انجام میدم، خروجیمو اینجا نمایش میدم. خب مسیج ها هم مثلا الان باز هم ارزیابیه دیگه، ببینید من میگم مسیج برابر با مثلا مسعود، الان یک ارزیابی دارم انجام میدم، خطا برای این علامت در واقع اضافی بود که من اینجا قرار دادم و اگه پرینت کنم مسیج رو خب خروجی خواهم داشت به اسم مسعود. یعنی من دارم یک ارزیابی انجام میدم، مسعود رو انتساب میدم به یک مقداری و در نهایت خروجی اون رو چاپ میکنم. یه ذره جلوتر بریم، بحث مربوط به تعریف متغیر رو گفتیم، متغیرها رو انواعش رو گفتیم، چطوری شما میتونید اونا رو تعریف کنیدم ارائه کردیم. اما در مورد عملگرها و عملوندها میخوایم صحبت کنیم. اپراتور به عنوان در واقع عملگرها شناسایی میشن، عملوندها هم میشه مثل حالتایی مثل جمع به علاوه منها یا همچین چیزایی. اما عملگر نمادهای ویژه‌ای هستن، کلا اپراتورها به بیس نمادهای ویژه گفته میشن که محاسباتی مثل ضرب و جمع و اینا رو انجام میدن و مقادیری که از عملگرها استفاده میکنن بهشون میگن عملوند. مثلا عدد 15 به علاوه 9 به علاوه میشه عملگرش، 19 و 9 و 5 هم میشه در واقع همون عملوندها. یه مثال انجام بدیم. من یک
عددی رو مثل m، یه متغیری به اسم m تعریف میکنم، مقدارش رو برابر با 60 قرار میدم. اوکی، این از این. بعد میام بچه توجه کنید چیکار دارم میکنم. m رو تقسیم بر 60 میکنم، یا بهتر یه ذره عقب‌تر صحبت کنیم، m رو فعلا فراموش کنید. من میخوام عدد 60 رو تقسیم بر 5 کنم. 60 رو میزنم، علامت اسلش به معنی تقسیم تو برنامه نویسی، و عدد 5 رو میزنم. بچه خروجی میشه 12. خروجی میشه 12. دقیقاً خروجی رو به ما میده، یعنی داره کار کلکیولیت یا محاسبات رو انجام میده. عدد 100 رو ضرب در با ستاره نوشته میشه 25 میکنم. مقدار خروجی 2500 رو برای من نمایش میده. عدد 20 رو به علاوه 25 میکنم. مقدار 45 رو به من نمایش میده. من دارم اینجا عملگرها رو به علاوه تقسیم و ضرب رو به شما معرفی میکنم که با دو تا عملبند این اتفاق صورت میگیره. مثلا میگم 25 منهای 10 مقدار 15 رو دریافت میکنم. این از 4 عملگر اصلی سیستم ما، یعنی جمع، تقسیم، تفریق و ضرب. اما یک عملگر دیگه هست به اسم توان رسانی، یا در واقع عملگری که میتونه یک مقداری رو به مقدار دیگه توان برسونه. شما توی پایتون با 2 تا ستاره وقتی بزنید ملاحظه میکنید 10 به توان 10 رو در واقع برای ما میده، یا مثلا 2 به توان 2 میشه مقدار 4، 5 به توان 5 میشه در واقع 3125، 5 به توان 2 مثلا مقدار 10 رو، البته این ضرب بود، توان مقدار 25 رو شما ملاحظه میکنید. بنابراین توان رسانی هم با 2 تا ستاره کنار هم صورت میگیره. و یک موضوع دیگه داریم اسم پرانتز. پرانتز یعنی چی؟ خب تو محاسبات ریاضی شما دیدی میگی یک به علاوه مثلا 3 به علاوه پرانتز مثلا 4 منهای، یا بهتر بزنید حالا قطع مطلقی نگیم، 5 منهای 4. بچه اینجا اول این داخل پرانتزی ها انجام میشن، بعد مجموع اینا با هم دیگه جمع میشه. اگه من اینو اینتر بزنم ملاحظه میکنید مقدار خروجی من برابر با 5 میشه، یعنی اول این دوتا محاسبه میشن که میشه 4، مقدار این هم میشه 1، مجموع این دوتا میشه 5 که توی خروجی نمایش میده. اما یه موضوعی هست بهش میگن اولویت. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم مثلا ما پرانتز داریم 1 منهای مثلا 2، اوکی، ضرب داره مقدار مثلا پرانتز داریم باز هم مثلا 9 تقسیم بر 2، به فرض مثال میگم، حالا اشاری میشه خروجمون. بچه اینجا ترتیب به چه صورت اتفاق میفته؟ توی برنامه نویسی حالا الان بهتون میگم اولویت ها به چه صورته، ولی اول این تقسیمه انجام میشه، بعد این تفریقه صورت میگیره، بعد ضرب انجام میشه چون داخل 2 تا پرانتزه. اگه من اینو اینتر بزنم مقدار 4.5 نمایش داده میشه. حالا میایم اولویت ها رو بهتون میگم. بچه توی ذهنتون اینجوری حفظ کنیم: پرانتز ای نماد توان، M مال ضرب، D مال تقسیم، A مال جمع و S مال تفریق. یه همچین عبارت بی‌معنی یا ولی مثلا پمداست توی ذهنتون در نظر بگیرید. پرانتز ای هم مخفف اکسپوننشیشن و M مخفف در واقع مالتیپلیکیشن که همون در واقع ضرب به حساب میاد، D مخفف دیویژن و A مخفف ادیشن و در نهایت S هم مخفف سابسترکشن که به معنی تفریقه. پس اولویت های ما به این صورت شد: پرانتز، توان رسانی، ضرب، تقسیم، جمع، تفریق که تو این حالته. البته با تحقیقاتی که من انجام دادم به این نتیجه رسیدم که ضرب و تقسیم اولویت برابری دارن و از طرف هم جمع و تفریق هم اولویت برابری دارن، یعنی تقریبا همزمان با هم محاسبات انجام میشه. فقط ضرب و تقسیم نسبت به جمع و تفریق اولویت بالاتری دارن. این توی ذهنتون در نظر داشته باشید. اما عملیات ما بخوایم روی رشته انجام بدیم چی؟ اینجا در مورد اعداد صحبت کردیم. شما فکر کنید من یه عبارتی دارم مثلا نیم برابر با یه متغیر تعریف میکنم مسعود، خب، و یا بهتر اینجوری بگیم first name مساویه با مسعود. متغیرها رو میتونید اینجوری تعریف کنید، به این میگن کامل کیس، در واقع با حالت lower، یعنی حرف اول کوچیک باشه، بخش دوم که جدا میشه
با حرف بزرگ نوشته بشه. من خودم عادت دارم متغیرامو کلا به این صورت تعریف میکنم، متدهامو به این صورت، حالا متغیرها رو هم بعضی جاها به این صورت اجرا میکنم. last name برابر با مثلا صالحی. اوکی. حالا بچه‌ها من میخوام فرست نیم رو با لاست نیم جمع بزنم تو خروجی نمایش بدم، چیکار باید بکنم؟ خیلی راحت می‌نویسیم فرست نیم به علاوه لاست نیم. خب البته دستور پرینت رو اول بزنید چون میخوام نمایش بدم. فرست نیم به علاوه لاست نیم. ملاحظه میکنی به این صورت. اگه اینطور رو بزنم بچه‌ها مسعود صالحی رو پشت سر هم مینویسه. حالا بخوام یه فاصله ای هم بینشون بندازیم، بعد از این به علاوه من یک دابل کوتیشن ایجاد میکنم، یه اسپیس میزنم و دوباره به علاوه رو میزنم، یعنی در واقع فاصله و گپ رو ایجاد میکنم. ببینید شما مسعود صالحی دوباره با یه فاصله. یعنی ما با عملیات به علاوه میتونیم یک رشته رو به یک رشته دیگه متصل کنیم. و از طرفی با عملیات ضرب هم میتونی یه چیزی رو تکرار کنید. مثلا من میخوام بزنم فرست نیم ضرب در 5. نگاه کنید چه اتفاقی میفته. ببینید 5 بار مسعود رو پشت سر هم مینویسه که حالا خیلی کاربرد کمی داره، من به ندرت دیدم، ولی این خیلی کاربرد فراوانی داره توی اپلیکیشن شما، چون شما این سری ورودی‌ها رو دریافت می‌کنید، می‌خواید ما هم تلفیق کنید، به هر صورت می‌خواید این سری کارا رو روش پیاده سازی کنیم. خب دوستان عزیزم، ما تا اینجا به شما مباحث مقدماتی متغیرها، عبارتها و دستورات رو در صورت آموزش دادیم. سعی کردیم شما رو یک مقداری با بحث مربوط به پایتون کنسول آشنا کنیم. این به معنای برنامه نویسی حرفه‌ای نیست، ولی اینجا شما یاد میگیرید که چطوری متغیر تعریف بشه، عملگرا رو چطوری کار کنید. میتونید خودتون با این سیستم یه مقدار درگیری ایجاد کنید، یه مقدار کارهای کوچیک و بزرگ انجام بدید. به هر صورت لذت بخشه. اینقدر باش کار کنید که با مفاهیم عملگرها و عملبنده آشنا بشید. ازتون خواهش میکنم از هیچ فصلی همینطوری عبور نکنید، سعی کنید داده‌هاتون رو آپدیت نگه دارید. اگه جایی به مشکل خوردید خب طبیعتا جستجوهای خودتون رو انجام بدید و یا داخل سیستم کامنت ها مطرح بفرمایید، حتما من سعی میکنم نسبت به اونا پاسخگو باشم. ممنون از شما. خدا نگهدار.